سلام، به دنیای تاریکی خوش اومدید. امشب قرار پرده از یکی از عجیبترین و ترسناکترین و واقعیترین پرونده های جنگیری را برداریم. امیلی روز. اما سوال اینه، آیا واقعا اون تسخیر شده بود؟ امیلی دختری معمولی از خانواده مذهبی در آلمان بود، با لبخندی شیرین و قلبی پر از ایمان. همه چیز خوب بود تا روزی که کابوس‌ها شروع شدند. امیلی شبها با فریاد بیدار می‌شد. به خانواده‌اش میگفت سایه‌هایی رو می‌بینم، صداهایی که هیچ کس نمی‌شنوه. اون صداها بهش میگفتن که لعنت شده، که روحش دیگه مال خودش نیست. شاید امیلی دچار مشکلات روانی شده. دکترها تشخیص افسردگی دادن. داروها شروع شدن، ولی نه تنها بهتر نشد، بلکه بدتر شد. اون صداها قوی تر شدن. بدن امیلی شروع کرد به تغییر. چشماش قرمز شدن. صداش خشن و غیر طبیعی بود. میگفت داخلش چندین روح پلید هستن. یهودا، حتی شیطان. خدا میداند چی بودن. کلیسا وارد ماجرا شد و کشیشی به نام پدر آلت مسئول جنگیری شد. چیزی که در جلسات جنگیری ثبت شد فراتر از فیلم‌های ترسناک بود. امیلی جیغ میکشید. بدنش مثل حیوانات روی زمین میکشید. زبانهای عجیب صحبت میکرد. ساعتها بدون غذا و خواب زنده میموند. اون صدایی که از گلوی امیلی بیرون میومد مال یه دختر 22 ساله نبود. مثل صدای چند موجود از اعماق جهنم بود. اما این فقط یه ماجرای ترسناک نبود. امیلی در نهایت مرد. پزشکان گفتن از گرسنگی و ضعف بدن مرده، ولی کشیش و خانواده‌اش گفتن امیلی خودش خواست. اون بهشون گفته بود که جسمش باید قربانی بشه برای نجات روح‌های دیگه. دادگاهی بزرگ برگزار شد. پدر آلت و خانواده امیلی متهم به قتل غیر عمد شدند. یه جنگ بین علم و ایمان شروع شد. بین روانپزشک‌ها و کشیش‌ها. عده‌ای گفتن امیلی بیمار بود، عده‌ای گفتن شیطان داخلش بود و تا امروز هیچ کس نمیتونه با قاطعیت بگه حقیقت چی بود. شاید فقط خودش میدونه و شاید هنوز هم روحش جایی بین ما سرگردونه. اگه تو هم یه شب احساس کردی یه صدای عجیب از گوشه اتاق